2023 موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان در افغانستان تغییر نیافته است. این مطلب را سیراج‌الدین محریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید کرد. با گفته او حالا جامعه جهانی نیز از طالبان تأسیس حکومت واقعی فراگیر را تقاضا می‌کند و همگان منتظر این اقدامند. Ожидаем, что талибы на практике продемонстрируют готовность вести диалог с انتظار داریم که طالبان به خاطر منفعت‌های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه‌های سیاسی و قومی در عمل نشان می‌دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری‌های خود جهت رعایت حقوق و آزادی‌های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند. свою приверженность соблюдению прав и свобод человека. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت حالا 3000 خانواده یا 15000 پناهنده افغان در تاجیکستان پناه یافتند، اما کشور با مقصد پیشگیری از ورود تروریستان احتمالی مرزهایش را با افغانستان بسته است. همزمان پول و گذرگاه‌های مرزی برای رسانیدن یاری‌های بشردوستانه بازند. Кроме этого, вы знаете, что мы предоставили нашу территорию для отправки в третьи страны. طور شما می‌دانید غیر از این ما به خاطر به کشورهای سیوم فرستادن شهروندان خود از جمله شهروندان افغانستان قلمرو خود را به اختیار کشورهای همکارمان گذاشتیم. پس از یک مدت بود و باش در قلمرو تاجیکستان آنها را به کشورهای سیوم بردند. В том числе и граждан Афганистана, и потом в течение какого-то времени они как бы их забрали в другие страны. تحلیلگران میگویند نه تنها تاجیکستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناخت رسمی طالبان حالت دشوار دارند. طالبان به دلیل اینکه به فکر پذیرفته شدن خود از سوی جامعه جهانی هستند، به فکر آنند که به رسمیت شناخته بشوند، به صورت حد اکثر تلاش میکنند که مرزهای پیرامونی این کشور، مرزهای افغانستان، ثبات نسبی داشته باشد. ولی ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها میرسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند و همچنان ما آگاه هستیم که حضور گسترده این گروه ها در مناطق شمالی هممرز با تاجیکستان و کلاً کشورهای آسیای مرکزی است. برخی از کارشناسان دیگر تاجیکستان را ایبدار میکنند که با وجود حکومت طالبان را اعتراف نمیکند با مقامات آن همکاری و تجارت را ادامه میدهد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تاکنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.